يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. در درس پنجم به دلیل 14 رسیدیم. قوله تعالی من کفر بالله من بعد ایمانه، من کسی که کافر شود بالله به الله سبحانه و تعالی من بعد ایمانه بعد از ایمانش، الا من اکره، مگر کسی که در اکراه یا مجبور شود و قلبه مطمئن بالایمان، لکن به شرطی که قلبش اطمینان به ایمان داشته باشه، یعنی سخن کفری را و یا فعل کفری را تحت شکنجه و تحت لت و در حالت اکراه مثلا ایره انجام بده یا بگوید، لکن قلبش مطمئن به ایمان باشه، در این صورت برازی عذر است. ولکن من شرح بالکفر صدرا، اما اگر کسی به کفر سینه خود باز کرد، یعنی او سرش اکراه آورد و زور کرد و فشار آورد و ای هم به زبان و به فعل گفت و قلب خود هم به امی کفرگویی با قلب هم ایره پذیرفت، فعلیهم غضب من الله، باز در صورت بالای از اینا غضب از جانب الله هست، ولهم عذاب عظیم، برشان باز عذاب دردناک است. ذلك بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره، به خاطر که اینا ترجیح دادن و بهتر دانستن زندگی دنیا را به آخرت، و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، و الله هدایت نمیکنه قوم کافران را. شیخ سلیمان رحمه الله میگه فحکم تعالی حکما لا یبدل، میگه الله حکم کرده هست، فیصله کرده هست که این تبدیل نمیشه. این حکم الله چی است؟ ان من رجع عن دینه الى الكفر فهو کافر، هر کسی که از دین خود به طرف کفر رجوع بکنه پس این کافر هست. وقتی که از دین رجوع میکنه به طرف کفر، کافر میشه، مرتد هست. سواء کان له عذر، خبر از این عذر باشه، خوفا علی نفس او مال او اهل، که این عذرش چی باشه؟ خاطر ترس به نفس خود یا مال خود یا خانواده خود، املا یا مثلا خوف نداشته باشه. و سواء کفر به باطنه و ظاهره، و مساوی هست ای که کافر شوه به باطن و ظاهر، اما باطنه دون ظاهره، یا به باطن کافر شوه ظاهر که سرش خبر نباشه. وقتی که خودش رجوع کرد پس به کفر مبتلا هست. و سواء و مساوی است که کفر بفعاله و مقاله، که کافر شوه با فعل خود یا سخن خود، او به احدهما دون الاخر، یا به یکی از اینا بدون دیگر. و سواء کان طامعا فی دنیا ینالها من المشرکین ام لا، و این هم مساوی است که شخص کفر پذیرفته به خاطر از اینکه متاع دنیوی از مشرکین حاصل بکنه، یا هیچ متاعی حاصل نکنه، فهو کافر علی کل حال، این در هر صورت کافر است، الا المکره، به استثنای کسی که در اکراه قرار گرفته باشه، اجبار مجبورش کرده باشه. و هو فی لغتنا المغصوب، یعنی در زبان ما مکره میگه چی رو میگن؟ کسی که غصب شده باشه، یعنی صلاحیت ازی گرفته شده باشه.
فاذا اکره انسان علی الکفر، پس اگر یک انسان بر کفر مجبور میشه، او قیل له، یا برش گفته شوه اکفر و الا قتلناک، کافر شو اگر نمی کشیمت، او ضربناک، یا میزنیمت. او اخذه المشرکون فضربوه، یا مشرکین بگیرن و بزننش، ولم يمكنه التخلص الا بموافقتهم، از شر از اونا خلاص نمیشه مگر با موافقت با آنچه که اینا میگن. جاز له موافقتهم فی الظاهر، برای از شخص جایز است که امرای زنا موافق آنچه برش میگن در ظاهر موافقت بکنه، به شرط ان یکون قلبه مطمئنا بالایمان، به شرطی که قلبش به ایمان مطمئن باشه، ای ثابتا علیه، به ایمان قلبش ثابت باشه، معتقدا له، عقیده توحیدی رو داشته باشه. در ظاهر به خاطر مجبوریت، به خاطر زدن، به خاطر قتل کردنش، خب جایز است که کلمه کفر یا فعل کفری رو بکنه، در حالی که لکن به شرطی که در قلبش مطمئن به ایمان باشه و ثابت باشه به ایمان و عقیده توحیدی را داشته باشه. فاما این وافقهم به قلبه، اگر بازده تحت زور و اجبار اکراهیت، باز وقتی که در قلب خود هم با امر زنا موافقه کرد، فهو کافر ولو کان مکرها، بازی کافر میشه ولو که در حالت اکراه هم باشه. و ظاهر کلام احمد، و ظاهر سخن امام احمد ای هست که انه فی الصورة الاولى، که امی شخص در حالت اولی لا یکون مکرها حتی یعذبه المشرکون، میگه ای در حالت اولی مکره گفته نمیشه تا که مشرکین ای را تعذیب نکنن. فانه لما دخل علیه یحیی بن معین، میگه وقتی که یحیی بن معین عالم بود، در وقتی که فتنه خلق قرآن شد که میگفتن قرآن مخلوق است، خب یحیی بن معین به همراه تعداد دیگری از ترس رفتن و گفتن که که قرآن مخلوق است. و آدمی وقتی بود که امام احمد ابن حنبل به خاطر اینمی سخن امی عقیده لط خورد و بندی شد و تعذیب شد. اما باز هم امام احمد ابن حنبل اینجا عزیمت کرد، یک رخصت است، یک عزیمت. رخصت همی هست که امام احمد ابن حنبل هم میتونست در ظاهر از رخصت کار بگیره و امی کلمه را در تحت اکراه و زدن و خوردن بگوه، لکن امام احمد ابن حنبل رحمه الله عزیمت کرد و از رخصت استفاده نکرد. یحیی ابن معین در حالی که بر از او اجازه نبود، یعنی او در حالت امام احمد قرار نگرفته بود، لطش نمیکردن، تنها از ترس ای سخن گفت، نه در حالت اکراه بلکه در حالت ترس. از این خاطر وقتی که یحیی ابن معین پیش امام احمد میایه، لما دخل علیه یحیی ابن معین و هو مریض، امام احمد ابن حنبل مریض است، فسلم علیه یحیی ابن معین، سلام میته بر امام احمد ابن حنبل، فلم يرد علیه السلام، امام احمد ابن حنبل رحمه الله سلام یحیی ابن معین چی نمیکنه؟ رد نمیکنه، جواب نمیگه. فما زال یعتذر، میگه ای یحیی ابن معین عذر پیش میکرد و یقول حدیث عمار، و حدیث عمار بیان میکرد. و قال الله الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، میگفت که این الله گفته مگر کسی که در حالت اکراه قرار بگیره و قلبش مطمئن به ایمان باشه. فقلب احمد وجهه الى الجانب الاخر، امام احمد ابن حنبل میگه رویش به طرف دیگه دور داد. فقال یحیی لا یقبل عذرا، یحیی ابن معین گفت که آیا عذر قبول نمیشه؟ امام احمد ابن حنبل امرایش سخن نمیگفت. فلما خرج یحیی، وقتی که یحیی ابن معین از مجلس برآمد، قال احمد،
امام احمد بن حنبل رحمه الله گفت یحتج به حدیث عمار، ای به حدیث عمار ابن یاسر چی میکنه؟ استدلال میکنه. و حدیث عمار میگه حدیث عمار ای قسم نیست. مررت بهم و هم یسبونک فنحیتهم فضربونی و انتم قیل لکم نرید ان نضربکم. میگه فرق است بین اینا و اونا. میگه ما مررت بهم و هم یسبونک، ما با اینا مرور کردم، اینا تو را دشنام میدادن. فنحیتهم، ما اینا را منع کردم. فضربونی، اینا مرا زدن. عمار ابن یاسر اینجا نهیه میکرد، اونا را نهیه کرد، اینا ایره زدن و عمار ابن یاسر مجبور شد در حالت زدن چی کنه؟ وقتی که لط میخورد دیگه برش عذر پیدا شد. و انتم قیل لکم، لکن شما، یعنی احمد چی میگه؟ یحیی بن معین که برای شما گفت نرید ان نضربکم، میخوایم شما را بزنیم. هنوز شما را نزده، یعنی سر شما اکراه نیست، فقط هم که گفته که اگر نگوین میزنیم تان باز، اما بالفعل نزده شما را. بناء فقال یحیی فما رأيت والله تحت عدیم السماء افقه فی دین الله منک. میگه یحیی ابن معین گفت که ما قسم به الله هست که من ندیدم در زیر آسمان فقیه‌تر، عالمتر در دین الله نسبت به امام احمد ابن حنبل. ثم اخبر تعالی، بعد از الله متعال خبر میده ان هؤلاء المرتدین الشارحین صدورهم بالکفر، که امی کسایی که مرتد میشن و سینه های خود به کفر باز میکنن، و ان كانوا یقطعون علی الحق و یقولون، اگر اینا باز خوب متقاطع بر حق استاد میشن و میگن ما فعلنا هذا الا خوفا، ما این کار نکردیم مگر خوف. الله متعال میگه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم، بالای از غضب الله هست و برشان عذاب دردناک است. ثم اخبر تعالی ان سبب هذا الكفر، میگه باز الله سبحانه وتعالی خبر داد که سبب این کفر و عذاب چی است؟ ليس بسبب الاعتقاد للشرك او الجهل بالتوحید او البغض للدين او محبت الكفر. میگه این سببش اعتقاد شرک یا جهل به توحید یا بغض الدین یا محبت کفر نیست، و انما سببه ان فی ذلك حظا من حظوظ الدنیا، چرا که در این کار چی هست؟ یک نصیب از نصیب دنیاست که تو وقت کفر از اینا را تایید کردی، باز بر توی امکانات دنیوی تو را مگذاره. فاثره علی الاخره، بازی انسان امین منفعت دنیوی را نسبت به آخرت پیشی میده و بر رضایت الله ایره پیشی میده. فقال ذلك بانه مستحب الحیات الدنیا، ای به خاطر ازی که اینا خوش داشتن زندگی دنیا را نسبت به چی؟ به آخرت. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، و الله هدایت نمیکنه قوم کافر را. فکفرهم تعالی، پس الله سبحانه و تعالی اینا را تکفیر کرد و اخبر انه لا یهدیهم، و خبر داد که اینا را هدایت نمیکنه مع کونهم یعتذرون بمحبت دنیا، با وجودی که اینا عذر پیش میکنن به محبت دنیا. ثم اخبر تعالی ان هؤلاء المرتدین لاجل استحباب الدنیا علی الاخره، باز الله خبر داد که ان هؤلاء المرتدین، امین مرتدها به خاطر پیش قرار دادن دنیا بر آخرت، هم الذین طبع الله علی قلوبهم، اینا کسایی هستند که الله بر قلبهای از اینا مهر نهاده، و سمعهم و ابصارهم، و به گوشهایشان و چشمهایشان، و انهم الغافلون، اینا غافلا هستند. ثم اخبر خبرا مؤکدا، باز خبر داد خبر بسیار تاکید شده محققا با تحقیق که انهم فی الاخرة هم الخاسرون، که اینا در آخرت از جمله کسانی هستند که خساره کردن. الدلیل 15، دلیل 15، قوله تعالی عن اصحاب الكهف انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. اصحاب کهف
یکی برای دیگه خود چی گفتن اینهم یقینا که امی کافره این یظهروا علیکم اگر بر شما دست بیافن یرجموکم شما را سنگسار میکنن او یعیدوکم فی ملتهم یا شما را برمیگردانند به دینشان ولن تفلحوا اذا ابدا باز شما دیگه هیچ نجات پیدا نمیکنین. سوره کهف آیه 20. فذکر تعالی عن اهل الكهف میگه الله سبحانه و تعالی در مورد اهل کهف بیان کرده که انهم ذکروا عن المشرکین انهم ان قهروکم و غلبوکم فهم بین امرین که این مشرکا اگر سر شما غالب شدن و شما را مغلوب ساختن باز اینا دو کاره میکنن اما یرجموکم یا که شما را سنگسار میکنن یقتلوکم شر قتلت برجم یا که شما را به بسیار شکل سخت به قتل میرسانند که او رجم از سنگسارتان میکنن و اما ان یعیدوکم فی ملتهم و دینهم یا شما را دوباره به ملت و دینشان برمیگردارن. ولن تفلحوا اذا ابدا باز ای ان وافقتموهم اگر شما باز امرای زنا موافقت کردین بر دینشان بعد از اینکه بالای شما غلبه حاصل کرد و شما را سرتان زور کرد فلن تفلحوا اذا ابدا شما هرگز کامیاب نمیشین. فهذا حال من وافقهم بعد ان غلبوه این حالت کسانی هست بعد از اینکه بالایشان غلبه میشه. فکیف بمن وافقهم و راسلهم من بعید پس حالت از او انسان چی خواهد بود که امرای زنا موافقه میکنه و از دور برشان نامه میفرسته که ما امرای شما هستیم و سخنای شما را قبول داریم و شما به حق است و اجابهم الى ما طلبوا من غیر غلبت ولا اکراه بر از اینها اجابت میکنن به خواسته هایش بدون از اینکه اونها بالای اسی کدام ظلم یا غلبه کرده باشن یا اکراه کرده باشن و مع ذلك و با وجود ذی یحسبون انهم مهتدون باز میگن گمان میکنن که اینا هدایت شدن. پس اینها در هدایت نمی باشه زیرا اینا در حالت قرار دارن که خوب اختیار دارن و بالایشان اکراه نیست ولی از دور بره از اونها اول میتن که ما امر راه شما را و برنامه های شما را قبول داریم و تسلیم هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.